تا نظاره دیگه شنوز بک. خب امی افغانستان در زمین، این زمین که علی وجود داره، آیا ما پشتون ها حق داریم که کشور داشته باشیم؟ یعنی اینی که شما نوشته کردین قطر 4 میلیون انسان است کشور داره، یا 4 است یا 2 یا 5 است. امارات متحده ایالات شاید 7 میلیون باشد، 4 میلیون است کشور داره. نروژ 7 میلیون است کشور داره. تاجیکستان 9 میلیون است کشور داره. امی تمام دنیا برو حتی کشور 10,000 نفوس داره کشور داره. ما 150 میلیون هستیم، شما اینقدر ظالم هستیم بر ما کشور نمیتین. چقدر ما مسلم هستیم؟ 150 میلیون انسان در یک قطعه زمین زندگی میکنیم. ای کاش که تو پرک میبودیم. آلی ازبک ها 9 تا کشور داره دمو قطعه. تا ازبکستان و ترکمنستان و ترکیه و آذربایجان و نمیدونم چی ترکیجان و ایرکیجان، ما حساب کنیم 9 تا. تاجیک 7-8 میلیون است یک کشور داره به نام تاجیکستان. نامش هم از خودش است، زبانم از خودش است، کرنسیم از خودش است. هیچ کس نمیگه که بیادر تو چرا تنها یک کشور داری؟ خب فارسی ها ایران داره بیادر، عربا 27 تا کشور داره. ما پشتون ها بیچاره یک کشور نداریم. او طرف پشتونای ما در پنجاب غلام است، این طرف پشتونای ما به پارسیوانا غلام است. Put yourself in my shoes. اما انگلیسی میگه. شما یک لحظه از آدرس پشتون فکر کنین شبنم جان، خودی تو شال خانم دختر هستی. یک لحظه که 150 میلیون انسان در یک جای زندگی میکنه و شما حقشان نمیتین که بگوی که اینی کشور از پشتون است. میگه نه خواه شما نیست. در او طرف پنجابی میگه که شما نیست، این طرف شما میگین که شما نیست. خب کشور ما کجا شد؟ یک آدرس بر ما بتین که اینی کشور شما شد، ما میریم دیگه. جای آدرس بتین، یک دشت بر ما بنامه ما کنین، افغانستان برد میمانیم، شما میفهمین افغانستانتان میفهمم. بیچاره مردم هستیم، میریم رفتم از پنجابم کوچ میکنیم، از افغانستانم کوچ میکنیم، یک دشت بنامه ما کنین، اموجه میریم از سر یک کشور جور میکنیم. مگر ما مظلوم بیچاره میخوایم که کشور تا قیامت خود ما یک پرکتس کنیم که کشور داشته باشیم. مگر ما رو نمیمانید؟ شما خدارین. با قرآن برد قسم میخورم، راست برد میگم که در تمام دنیا یک کشور پشتونا موجود بود، ما امیگریشن میکردم و افغانستان را اعلام میدادم، میرفتم، چون به خاطر ازی که اوجا زبان ما بود، زبان ما خوش دارم، اوجا فرهنگ ما می بود، اوجا نمیفهم دینه ما می بود، اوجا نسل ما می بود. من با نسل خود میرفتم. 2 روز زندگی چه کنم با دیگه نسل زندگی کنم. هر جا یک کشور به نام پشتون می بود و زبان پشتو اموجا حاکم می بود، ما اولادای خود ابوجا می بردیم. اگه او مردم بر من میگفتن که نبیم، ما میرفتم. نیستن. شما بغیر از افغانستان که پیشور خوبی از حساب نیست، در تمام دنیا بر ما یک جای نشان بتین که اوجا نسل ما و زبان ما حاکم باشه که ما اوجا بریم. نیست. مگر ما بر شما میتون با فارسیوانا کشورهای فارسیوانا موجود است، با ترک ها کشورهای ترک ها موجود است، با عرب ها کشورهای عرب ها موجود است. ما پشتون کجا بریم؟ سیده هری برو سعودی عربستانت، پلوشا برو به تاجیکستان و ایرانت. نمیگم که از افغانستان برین، مثال میگم. اگر بخواین که با مردم خود زندگی کنین، برو به ازبکستان، برو به ترکیه، برو. ما کجا بریم؟ ما هیچ جای رفتنی نیستیم بدون از این خاک. اینی خاک باید ما به پشتونا الوکیت کنم و اینی خاک باید به پشتونا بتیم. خوب دوم که گپ خود جمع میکنم، ما 150 میلیون هستیم، شما 4 و 5 میلیون هستین. حالا شما اینقدر زورور و ظالم هستین که همی 150 میلیون قرط میکنین، در 5 میلیون درون میکنین. و آدمی نمیشه. 150 میلیون پشتون را شما میگیرین، در 2 میلیون آزاره درون میکنین، در 5 میلیون یا 10 میلیون تاجک درون میکنین، در 3 میلیون عرب که در افغانستان از دو درون میکنین، که
اصلا ترکمن و ازبک از دو درون میکنین، نمیشه ای درون نمیشه ها مردم. خودم پاره کردین، مرم کشتین. هیچ چیز شدنی نیستن. فکر کنین، در مگریمان خود فکر کنین. شما چرا این کوشش دارین که پشتون در خود مدغم کنین؟ او طرف پشتون سر ما تاثیر داره، او را شما در محاسبه از محاسبه نکشین. او جب ما باردر نداریم. حالا قصه شخصی را چی کنه مردم دلاور صاحب تو اینجا گپ کجا قطر شخصی است کجا عربستان ما بزن ولا گیج گویم باشه به خدا گپ هیچ. 10 میلیون پوره کدی نرسید افغانستان. آقای حمید اگر تا چی کنم میشه بنابرای صحبت کنیم بگذارین تا آخر حرف خود بگوین، بس شما هم صحبت نه کنید بعد از اونا. سبوتاژ میکنن چی تانه سپیس تانه هیچ سبوتاژ سبوتاژ میکنن. نه چی نه نه، به میکنی؟ خاطر به ما اگر شما آقای حمید میفاین عادت من شخصا من سانسورشیپ گپا دمی وجود من نیست. این آفرین. میجه دموکراسی است. این میال یک کس هم برادر است نامش طالب نوشته است. اگر دعوتش نکنم ناانصافی میشه. فقط فکر کنین 45 دقیقه دیگه مونده است که آقای دلاور شما گفتین که 30 دقیقه خب ما میخوایم سی بی سی باشه. ما کتمی شما مردمای افغان بودم ما میر افغان زده شدیم. آفرین. اما 30 دقیقه را مراعات نمیکنم. امی برادر طالبم بالا میارم که دموکراسی مراعات آفرین. شوه. مگرم شبنم جان یک گپ از مقصد بگویم. دشنام نتن شبنم جان برای اینکه خیر از نمیشناسیم دشنام هم مقصد پلوچ رئیس نه، جان تمام. خط بکن. خط سرخ رشنام است. خط سرخ اگه ما دادم هر توهین کس که است. کس دشنام داد سر ما بر ما شوامی خب دشنام. شما را خب از تفاوت نمیکنه آقای دلاور، از این حال خاطر اسپیس ازی که شما من نیست که بیچور با هستم، شما کس که میچور دشنام شد، بشنوین مشکل نداره. هر کس که میچور شد دشنام برش بیمانا یه میشه. بر شما رهبر تنوز توهین شد فکر بگو با ما توهین شد. و اگر بر تو توهین شد میسنیم بر ما توهین شود. برو. یک کس که میچور شو از دشنامه پیش میره میگذاره. در سیاست چیزا نیستن. ما شما در سیاست گپ میزنیم، پس دشنام روا باشه. اول نزنین، اگه زد پروانه داره. خب اول خود شبنم جان اگه خودتان دیگه وظیفه نداشته باشی، اگر لطف کنین یا یک تلویزیون جور کنین یا نفهم در میدیا و سیاست بیایی، خوب از این خاطر میشه که پشتونا هم سرتان باور کرده میتانه و غیر پشتونا خب باید سرتان باور کنه. بسیار حوصلم داری و میتور میفهمی که در کدام وقت کدام گپ بزنی. حالا امید میره خوب سه سگواری بیاب کردی در مناسب جایی به خاطر ایزی که در مایک من نه تا دیگه برای توهین، نه برای دلاور توهین نه صاحب، دیگه. ما با یک چیزی براتون بگویم. آقای حمید از همونتان که در بیشتر میشناسم و گپایشان هم میشنم و خطش من احترام برشان زیاد دارم. این نظر من است و من نمیخوایم برش بی‌احترامی شوه. لطفاً. خب بر من توهین که دیگه پیشتر وجه 100 دفعه بر من. از طرف من بخشش من می تقاضا نه توهین رسیمتان کردم نکردیم، به حقایق یکدیگه باید توهین بگویم. نکنین. نه از توهین طرف نکردیم. من گفتی بخشش میگه میخوایم نه گو لطفاً. نداری. ضرورت گو نیست ببخشش. گو توهین نیست. نه خب حقیقت باید بگوی. اگر حقیقت نگویی مردم در روی تو نموره میشقه. خب بان همی گپ ما خود بیاد و خلاص نمیشه. من گپ خود سرایزی خلاصه میکنم بیادر. افغانستان و پختونخوای پشاور اینی منطقه از پشتون است. متاسب نیستم. حمید میر گفت که باید حقیقت بگوین، حقیقت میگم. غیر پشتونا در افغانستان زندگی کرده میتانه، ای کشورش است. مگر مینی سرزمین از پشتونا هستن. پشتونا برد نمیگه. ما برد میگم فرد که ما و دیگه پشتونا هستن که یا نمیگه. ما میگم این جانان ارمان از در پین ششتا از ما که در 100 مرتبه بسیار متاسب است. یک کلمه فارسی نمیگه. میگه به خاطر اینکه که ما متاسب هستم. میگه گپه خوب میزنه. یه بار ما گفته میره میگه این سرزمین پشتونا هستن، تو چرا دیگه مردم میمانی؟ یا دیگران رو ببین. همین سمیر فارسی گپ میزنه مگر ما تو برش پخته. وقتش برش خب خلاص ای میکنم. 5 سال است که گپ ما میشنیم. وقتش برش. اگر اجازه شما باشه یک چیز میخوایم بگویم. آقای دلاور یک سوال از شما دارم پیش از یک بریم با آقای باختری. آقای نعیم هم اینجا هستند. من نفهم کدام شما دستان اول بلند کردن. میشه خانم پرواشه مرا کمک کنه. اما آقای دلاور یک سوال هستان دارم فقط به مصاب انگلیسی یس یا نو جوابتان میخوایم بشنم. امی گپایتان شما قبلا گفتین با این مردم افغانستان بسیار از مکر وقتر بحث کردین. مردم غیر پشتون بر شما چی میگن؟ یس میگن؟ گپای شما خوششان میایه یا نو میگن؟ فقط خلاصه یس یا نو. گپ تا نشنیدم.
امی گفتم از بحثایی که شما کردین ما فکر کنم قبلا هم شنیدیم چون میفهمم این رو تو رو که استفاده میکنین. اما دید مردم افغانستان بخصوص مردمی که غیر پشتون است نه چون شما مسئله رو گفتین که کشور پشتون است حال مردم غیر پشتون نظر به برداشت شما دم قوخ به شما گفته بله سر اما چیزی که میگی قبول دارم راست میگی یا نه خیر میگن چی گفتن یا بله یا نه خیر امو کوتاه اگه بگوین. نه خب کوتاه نمیشه نسبشان بر ما گفته که بله سب تو راست میگی هوشیاریشان قبول میکنه به عقلش قبول نکرده تا هنوز که هوشیار خودم ای قبول یا یوشیاراست کدام بگراند می اگه میشه با مختص بگوین بالکل کی نپای هستن یا دکتر فیضان قبول داره. یا راست پنشیر نه نه برآمد حدیث خیر گفته باشه. یس اینا همون کسایی که نو میگه پلان شما بر اونا چی هستن؟ کسایی که میگن نه خیر قبول ندارن شما چی میگین برش؟ به ما خاطر که راه ما موفقیت ایست که کلگی هوشیار قبول کنن. میکنیم ما وار هوشیار میسازیم اوکی. هوشیار شد خودش یس میگه درست نه آقای دیگه چیز دلاور. نمیگه من میایم بعدا نظر خودم داخل میگم. من حالا میریم یک بار پیش آقای باختری فکر کنم